سرخط مهمترین خبرها: 149 تاجیک را از آمریکا پیش میکنند. مردی که قرآن را آتش زده بود کشته شد و تاجیکستان ویزا با یک کشور آمریکایی را بیکار کرده است. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 31 انور است و ساعت در دوشنبه 10. وزیر انرژتیک تاجیکستان میگوید تامین مردم با نیروی برق در ماه فوریه کلاً بهتر خواهد شد. دلیر جمعه 3 انور در نشست خبری در دوشنبه گفت تامین برق از باد و هوا و سطح آب در آبانباری نارک وابسته است. طبق جدول شبکه‌های تقسیمات برق، ساکنان در منطقه‌های تاجیکستان باید از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب یعنی 7 ساعت با نیروی برق تامین باشند. اما بعضی از ساکنان شکایت دارند که در شبانه روز تنها 4-6 ساعت برق میگیرند و بس. دلیر جمعه گفت اگر جدول رعایت نمی شود ساکنان به شبکه‌های تقسیمات برق مراجعت کنند. مشکل تامین ساکنان به نیروی برق هر سال در فصل سرما شکایت و نگرانی‌های را به میان می‌آورد. از آخر ماه سپتامبر سال 2024 در تاجیکستان لیمیت یا محدودیت انتقال برق جاری شده است. دقیق نیست که این وضع تا کی ادامه خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی در سال 2024 در کشور بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده است که 3% زیادتر نسبت به سال پیش. طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت گفته می شود. نام 149 شهروند تاجیکستان بر روی خط آنهای وارد شده است که باید از ایالات متحده آمریکا اخراج یا دپورت شوند. این سند را شبکه فاکس نیوز با تکیه بر خدمات مهاجرت و گمرک آمریکا نشر کرده است. در سند نام مناسب شهروندان تاجیکستان نآمده است. تنها ذکر شده است که 149 تاجیکستانی باید از آمریکا اخراج شوند. از میان کشورهای آسیای مرکزی در این روی خط از همه زیاد تعداد شهروندان ازبکستان است که شمارهشان به 972 کس میرسد. بعد 369 قزاقستان، 319 تبع قرقیزستان و از 40 ترکمنستان باید ایالات متحده را ترک کنند. این افراد در بازداشت نیستند اما قرار راندنشان از آمریکا نهایی شده است. سالانه صدها نفر از کشورهای جهان از جمله از آسیای مرکزی تلاش میکنند با هر راه خود را به آمریکا رسانند. بعضی آنها از راههای غیر قانونی از جمله از طریق مکزیک وارد آمریکا میشوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد بازگشت به کاخ سفید وعده داد مبارزه با مهاجران غیر قانونی را زیاد میکند. سالوان مومیکا، پناهنده 38 ساله عراقی در سوئیس که نسخه از قرآن را در شهر استکهلم آتش زده بود، روز 29 انور با ضرب تیر کشته شده است. حادثه چند ساعت پیش و از اعلان حکم دادگاه در مورد سوزاندن قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، رخ داد. مومیکا 38 ساله را در منزلش در شهر ساترتال تیرباران کردند. با گزارش رسانه‌های سوئیس، مومیکا هنگام پخش نوار در شبکه تیک تاک تیرباران شد. پلیس سوئیس روز 30 انور 5 کس را در رابطه با این قضیه دستگیر کرد. مومیکا روز 28 یونیو سال 2023 زمانی که مسلمانان از عید قربان تجلیل می‌کردند، یک نسخه از قرآن را در نزد مسجد در استکهلم سوزاند. نوار این لحظه در شبکه‌های اجتماعی نشر و سبب واکنش‌های زیاد شد. عربستان سعودی، عراق، ایران، مراکش و کشورهای دیگر مسلمانان به ضد این حادثه اظهارات دادند. صدها تن در ماه ایول سال 2023 به سفارت سوئیس در بغداد هجوم کرده بخش از آن را آتش زدند. تاجیکستان و اتحاد دومینیکا برای از بین بردن روابط سازشنامه امضا کردند. اتحاد دومینیکا یک کشور جزیره‌ای در آمریکای شمالی است. در سازشنامه میان تاجیکستان و اتحاد دومینیکا آمده است دو طرف برای دارندگان شناسنامه‌های دیپلماتی، خدمتی و عادی سفر بدون روابط را به مهلت تا 90 روز اجازه می‌دهند. در سند بعضی استثناءها پیش بینی شده است. از جمله دو کشور می‌توانند وارد شوی یا بود و باش شهروندان طرف دیگر را با سبب‌های امنیتی دولتی، ترتیبات جمعیتی یا سلامتی اهالی رد نمایند. ماه می سال 2024 تاجیکستان در قطار 25 کشور و شهروندان اتحاد دومینیکا اجازه داده بود که تا 3 روز بدون روابط یا ویزا به تاجیکستان سفر نمایند.
نمایندگان گروه فلسطینی حماس روز 30 انور 8 گروگان از جمله یک سرباز 20 ساله ارتش اسرائیل و 5 شهروند تایلند را آزاد کردند. همه آنها روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله حماس به اسرائیل دستگیر شده بودند. آمریکا و اتحادیه اروپا این گروه فلسطینی را سازمان تروریستی می‌دانند. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه آزادی گروگان‌ها را تصدیق کرد. تل آویو در عوض 110 فلسطینی را از زندان‌ها رها خواهد کرد. از زمان سازش آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه این مورد سوم تبادل گروگان‌ها و زندانیان است. حماس روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل بیش از 1200 کس را کشت و زیاد از 200 نفر را به گرو گرفت. در حمله‌های اسرائیل حدود 47000 فلسطینی کشته و 10000 دیگر زخمی شدند. جنگ دو طرف 15 ماه دوام کرد. از غزه یک خبر دیگر هم داریم. حماس تصدیق کرد که محمد ضیف رهبر شاخه نظامی این گروه با نام گردان‌های عزالدین قسام کشته شده است. ارتش اسرائیل هنوز ماه ایول سال 2024 از کشته شدن محمد ضیف خبر داده بود. اسرائیل ضیف را یکی از طراحان حمله 7 اکتبر سال 2023 می‌داند. با گزارش ارتش اسرائیل عملیات ضد محمد ضیف روز 13 ایول در خان یونس در جنوب غزه صورت گرفته است. دادگاه بین المللی جنایی در شهر گاگای هلند ماه نوامبر سال گذشته قرار حبس محمد ضیف را صادر کرده بود. عین همین قرار برای نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و سابق وزیر دفاع این کشور یوآف گالانت نیز صادر شده بود. بعد از یحیی سنوار محمد ضیف دومین چهره شناخته گروه حماس است که در نوار غزه کشته شده است. وزارت نقلیات تاجیکستان خبرها درباره آغاز بنیاد مترو در دوشنبه را نادرست گفت. در آغاز ماه انور برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دولتی خاور از آغاز کارهای آمادگی بنیاد مترو در سال 2025 خبر داده بودند. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و امیر اسایف. بنیاد مترو در دوشنبه کاری آسان نیست و هنوز سخن از آغاز رسمی آن بر وقت است. وزارت نقلیات تاجیکستان خبرهای نشر شده در رسانه‌ها مبنی به آغاز ساختمان مترو در دوشنبه را نادرست می‌داند. در آغاز ماه انور برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دولتی خاور خبر دادند که کارهای آمادگی بنیاد مترو از سال 2025 آغاز خواهند شد. سخن درباره ببینید هست اساسناکنی تکنیکی اقتصادی یعنی که تئو میگم با هست پرد تئو یعنی که تا اساسناکنی تکنیکی اقتصادی ما باید که همین حالت بینیم که امکانات ساختن بعضی شرایط یعنی همه همین را ما تا حتی اساسناکنی تکنیکی اقتصادی باید که کاربری کنیم. با گفته وزیر کارهای تحقیقاتی پیشکی ماه مارس یا اپریل سال جاری به پایان میرسد. اگر نتیجه های آموزش مثبت باشند پس مرحله اساسناکنی فنی و اقتصادی آغاز خواهد شد. تنها بعد از آن می شود درباره آغاز ساختمان صحبت کرد. نه در بسیار واسطه اخبار ما میرسند که ساختمان شروع بشه. ساختمان ایشونی انشاءات آسان نیست. اینا باید همه طرفه آموخته همه پهلوش آموخته بعد کار سر شد. لیکن هر یک کار ابتدا و انتها دارد. این آغاز کار است. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات گفت که مرحله تحقیقاتی و لایحه کشی مترو می تواند چند سال ادامه کند. حکومت تاجیکستان 3 مسیر را همچون خط احتمالی مترو پیشنهاد کرده است. از بینای سیرک تا کاروان ما گفته بودیم تا دروازه طرف باختر میرفتگی تا اونجا را میرود یک خط. از سیرک تا завод کارخانه سمنت براری و از سیرک تا به اصطلاح موضوعی که داک میگیم تا اون قسمتی برآمدی از شهر طرف وحدت. اینا همه نقشند. شما ببینید تاریخی ساختمان مترو رو در دیگر کشورها چقدر مهلت گرفتگی. مقامات ضرورت ساختمان مترو در پایتخت را با افزایش شماره اهالی دوشنبه و مهمانان آن وابسته می‌دانند. لایحه می‌تواند یکی از راه‌های کاهش تنبشوی نقلیات در شهر باشد. با این هدف سال 2022 با شرکت راه آهن ملی کره یادداشت تفاهم در مورد آموزش امکانیت ساختمان راه آهن شهری و متروی سبک در دوشنبه امضا کرده است. تاکنون اکسیم بانک کره جنوبی مرحله آموزشی لایحه را مبلغ گذاری کرده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 انور را فرا می‌گیرد.
سال 819 را تاریخ‌شناسان آغاز حکمرانی سلاله سامانیان مینامند که تا سال 999 یعنی 180 سال دوام کرد. این سلاله دولت سامانیان را تأسیس داد که قلمرو پهناوری را در خراسان و ماوراءالنهر از زیر سلطه اعراب بیرون و در یک مملکت به هم آورد. منقدان سامانیان را به فساد اداری و تبدلات ها عیبدار میکنند که در نهایت سبب به دست حربیان ترک ارتش گذاشتن حاکمیت شد. 31 январи соли 2008 عبدالله دولتов یک فعال جمعیتی از تاجیکستان از تأسیس یافتن اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو خبر داد. این یکی از نخستین سازمان‌های متشکل حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود که در حالت پیش آمدن مشکل یا احتیاج به کمک شهروندان تاجیکستان می‌شتافت. بعد این در روسیه چند سازمان دیگری مهاجران از جمله جنبش مهاجران کوری تاجیک و مرکز تاجیکان در مسکو تأسیس شد که به خاطر انتقادشان از کمک کمی حکومت تاجیکستان به هموطنان هدف انتقاد و گاهی هم تعقیب جنایی قرار گرفتند. پایان январи سال 2011 بعد 1.5 سال تدریس وزارت معارف تاجیکستان فن معرفت اسلام را از برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه اختصار کرد و درس تاریخ خلق تاجیک را جایگزین این فن نمود. بعد سقوط شوروی و در فضای منع شدن تعلیمات دینی برای کودکان در تاجیکستان، این کم سابقه ترین تلاش راه اندازی درس درباره تاریخ دین اسلام، دین اکثر ساکنان تاجیکستان، در مکتب‌های دولتی بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 110 سامان ارزش دارد. $100 آمریکایی باشد به 1085 سامان برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. روزهای استراحت خبرهای تازه را از سامان رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. خدا نگهدارتان.